دستاوی ملی توانستند پیروزی خود را به دست آورند و مکنون بعد از کلوب مرکزی ورزش ارتش و دسته نفکور دبیوتانتی لیگ اولی مملکت است. ایده‌ها و انتظاریایی که مخلصان زیادی داشتند و کارشناسان بهترین بازی را نشان میدهد. عبدالله دولتوف صدای شکل را بالا میگرداند دوستان ارجمند و رقابت دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و هولبوک اکنون وارث شهرزاد خوب نوروز دولتوف و قربانعلی نصرالدین چپ این حمله هم جریان دارد. پرتاب به داخل جریمه گاه فرصتی خوب شریف توسط همین کنار کوشش میکند و از بین دو نفر خیلی خوب تو را گذران لوکاس کوین ضربه بازی میکند. با این حمله متوجه میگردیم حمله دسته هولبوک توسط کنار پرتاب به داخل جریمه گاه کوشش خوب و طرف سازد جانب یک شریف فرسال به داخل جریمه گاه کوشش خوب لوکاس کوین نتوانست به طرف دروازه ضربه اجرا می شود خیلی بلند دولت و وایسیدین سفر فرسالیو کمی بلندتر اجرا کرده می شود جزا داده می شود ضربه به طرف دروازه و چگونه امکانیت خوب درست انجام دادن نمیتوانند با تو فوتبالزانی که میوه هستند این زمان در داخل جریمه گاه عبدالخلیل بورونوف مبارزه نزدیک به جریمه گاه می شود پرتابیو توسط زمین اجرا شد پس این نوبتی لوکاس کوین ضربه بسیار ضربه خوب زد یک ضربه دیگر اجرا میگردد پرتاب نوبتی به خط حمله لوکاس کوین بارزه خیلی خوب بود و توپ رو نگاه داشتن توانست محمد اقبال دولتوف پرتاب به داخل جریمه گاه ارسال به داخل جریمه گاه رسانیده می شود کوشش بسیار هم خوب و اگر محمد اقبال دولتوف به توپ میرسید پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی باید پیدا شود ولی چنین امکانیت